سلام. پشت تبلت تیپو 105 که از رو باز میشه، اینو همکارا دقت کنن، از رو تبلت باز میشه. ما بازش کردیم، گذاشتیمش کنار. میخوایم سوکت شارژ دستگاه رو عوض کنیم. تعداد پیچایی که روی بورد بسته شده رو نگاه کنین، به این شکله. تمام مسیر آنتن، بردک شارژ، سوکت LCD. پیچا رو باز کنیم، به اتمام برسونیم. اینو داخل تبلت تیپو 105 این شکلیه. گفتم که بدونیم، بعضی علاقه دارن این کار رو بدونن، ببینن داخل گوشی ها رو چه شکلیه. من برای اون ویدیو میگیرم در اصل.